سلام دوستای نازنین، خدا کنه که همه شما جور صحت و سلامت باشین. امروز بر شما طرز تهیه یا ریسیپی مربای آلوبالو بر شما یاد میتونم که مثل که شما اینجا میبینید تقریبا 2 پوند از آلوبالو است که ما اینجا ششتیم و انال ما خستایش همراه چوبکاش جدا کرده. بعد از باز بر شما نشان میتونم که چه قسم تهیه میشه. خب دوستای نازنین، من خستایش جدا کردم و صرف نیم گلاس چاخوری من آب اضافه میکنم، چون خود آلوبالو از خود میکشه در آب خود باید پخته شود. وقتی که دانش نرم شد بعد از باز صرف 2 مواد لازم ما اضافه میکنیم که یکیش بوره است و دیگه‌ش هم آب لیمو. خب فعلا ما نیم گلاس از آب اضافه میکنیم و ایره میمونیم در آتش بسیار کم که پخته شود، دانه آلوبالو نرم شود. خب دوستای نازنین، چون این آلوبالو بسیار زود نرم میشه، بسیار زیاد ضرورت نیست که ایره جوش بتیم، صرف 20 یا 25 دقیقه ما ایره جوش میتیم. بعد از باز ما بوره را اضافه میکنیم و همراه بوره تا زمان ایره میپزیم تا که سر قیام بیاید. بعد از باز آب لیمو را اضافه میکنیم. خب دوستای نازنین، اینه میبینیم که دانه آلوبالو خوب نرم شده و از خود که من نیم گلاس آب انداخته بودم و اینه میبینیم که خود آلوبالو هم خوب آب کشیده و اینه میبینیم که خوب پخته شده و بسیار یک رنگ مقبول هم داره. خب هر چقدر که شما آلوبالو اضافه میکنین اما قدر بوره باید اضافه شد. مثلا 1 کیلو آلوبالو است 1 کیلو بوره، یا اگر شنیش کمتر دوست دارید میتونین که 1 کیلو کمتر اضافه کنین. از من چون 2 پوند است من مکمل 2 پوند اضافه نمی کنم چون بسیار زیاد شیرین میشه. تقریبا 1.5 پوند من بوره اضافه میکنم و بوره رو وقت اضافه کردیم آبش زیادتر میشه. وقت ما در آتش رو کم میمانیم که خوب امروی بوره جوش بخوره و سر قیام بیاید. خب اینا رو ما بوره رو اضافه میکنیم و ایره میمانیم که همراه بوره خوب جوش بخوره. بعد از باز ما تقریبا 5 دقیقه بعد باز ما آب لیمو را اضافه میکنیم. خب دوستای نازنین، تقریبا 10 دقیقه است که همراه بوره نه جوش خورده میره و هنوزم سر قیام نامده. خب اینا ما تقریبا 1 دانه لیمو را آبش گرفتیم. آب لیمو تازه است. آب لیمو را اضافه میکنیم. آب لیمو را از خاطر در هر مربایی که تیار میکنین، مثلا مربای سیب است، مربای زردک، آلو بخارا، شما آب لیمو اضافه کنین چون مربا خراب نمیشه. و دوم وقتی که 1-2-3 روز که میشه شما میبینین که روی مربا یک قسم بورگک شده، وقتی آب لیمو اضافه کنین مربایتان هیچ خراب نمیشه و بورگک هم نمیشه. خب تقریبا 10 دقیقه دیگه میمانیم که خوب سر قیام بیاید. بعد از باز آتش خاموش میکنیم. خب دوستای نازنین، اینه میبینیم که مربا تیار شده و بسیار یک رنگ خوبم داره. آتش خاموش میکنیم و میمانیم که سرد شود. خب دوستای نازنین، این از مربای آلوبالو. خدا کنه که خوش شما آمده باشد. تشکر دوستای عزیز. خدا حافظ.